در نیکو لولیان تعامل خود را دارند. جوانان نزدیدش را می‌دزدند. امسال تاجیکستان در فوتبال خیلی پیشرفته شدگی است. گروه سلامتی خیلی زحمتند. همه خروجای تاجیکستان لولیان را همه شزد کرد. дуриёдхон Кимсанов ин навбат бо наздидаш хонадор шуд. бо ин ҳамсараш дар асоси ишқи муҳаббат бо розигии ҳамдигар никоҳ баста оила ташкил намуданд. چخیل ناز نبینی چخیل همون خطی زندگی میکنی چخیل همون آدم میره که خطیش دوست نمیداری نمیخوای چی به خطی گپ میزنی نمیخوای گپ نمیزنی. در نیکو لولیان تعامل خود را دارند. جوانان نزدیدش را میدزدند. اگر 5-6 بار که آدم موندین ندادن بعد مجبور دختر باشه اگر شو که ناز دید اگر ممکن بعد زندگی برپا میکنن اویلا برپا میکنن خیلی زندگی میره میدزدن خیلی میره با بعضیش میره بعضیش خیلی بعد خول میره خیلی با هم دیگه فهم میشن زندگیشون خوب میشه میره بازی نمیشه میدزدین خیلی دیگه چیکار میکنین یعنی رنجیدن نیست خیلی رنجیدن نیست یعنی خیلی نیست رنجیدن نیست این زندگیشون خیلی خوب میشه شکلی خدا خیلی من تا کلین دارم زندگیشون خوب فرزند خوب رفته زندگیشون نازه کلیدون طرف خیلی نزدیک اومدن نزدیدن اومدن نه چه خطی کردیم نه چه خیلی خشید اومدیم زندگیشون خوب رفته نازه شکل سوزه حاضر مجبوری نمیشه حاضر دلخواهن حاضر مجبوری نمیشه یگان مجبور حاضر نیست مثال نه دختر مجبور کرده میشه نه بچه را مجبور کرده میشه اگر دلخوش نگیره چی نتین نتیم شنا میکنن میگردن دزدیده میگیرن مجبور بعد دزدیده ببرن میره و دختر خفای پسر خب نزدیدن میرون آخه عاقبتش بعضش که زندگیش خوب میروه
آیندگی خوب داره بعضیش که آیندگی نداره. بین لولیان بسیار نکاحی هم جای دارد. همسرش برای گرفتن زن دوم با مظفر اجازه داده است، لیکن خود مظفر اندیشه گرفتن زن دوم را ندارد. بگیره وابسته به خودشه. من قطعی گویلکور خانم در میشینم برای که جای در زندگی کنه بگیره یا خانه کنه بگیره زمین بتا بگیره خانه در ایخر رشک نیست؟ نه رشک نداره. ما 50 سال چند سال میشه زندگی ما در رشک نمیدونیم. نه اگه دیگه بس اگه جوره همه 7 فرزند یک نواسه چی قطعی دیگه اگه چی در کن دیگه عمری 30 سال 60 در رفته دیگه چی در کن اگه خدای تعالی اگه خدا جوانا در خدای تعالی غیرته اگه ماده اگه 30 سال در دیگه خاک جا با روزگی ازنی کلان میشه ازنی کلان که اجازات که داد با روزگی ازنی کلان میشه زندگیشون خوب میشه میره و حالشون مزه خورشیدی جان مرا جانگیر مکن از بری تمرنگی مرا زرد مکن از بری تمرنگی مرا زرد کردی محتاجی داری خانه نامرد مکن. سرود باشد نون هم می شود. افضل شو این جوان لولی رزق روزیش را با سرود پیدا کرده است. او هنری سرایندگی دارد. صدایش بلند و جالب است. با سرود و ترانه‌های پرمضمون توجه مخلصان را به خود جلب کرده است. این خمایده بودم من حواس داشتم که مقصد حافظ شم من اسباب جمع کنم توی گردم منم قشلا خودم معرکه میشی توی پوی یا بالا میکردیم یا علاج یک بعد یا دو بعد میبرام میگفتم بعد هجای زاو دارم میکرد خیلی خدا را شکر امروزش ده با اسبابم جمع کردیم نه تویش هم گشتیم همش دیدیم. افضل شو را نه تنها در دههشون بین لولی ها میشناسند، در دیگر شهر و ناحیه ها آنجایی که لولی ها زندگی دارند درباره او میدانند. در توی و معرکه های خورسندی اولادها بارها دعوت شده است. خوجان رفتیم پیشواز گرفتن مقصد و پایانداز آنا با بیا سلام علیک اوجا مقصد ما ملت مانا گفتیم که ما همی خیلی ملت گفتن گفت نیست با این خیلی ملت باشین با خوب خیلی معرکه را گذراندیم معقول شد ساعت باید کرد یا مخلص هم باور کنی که بسیار شد. در صنعت سرایندگی افضل شو با استادان صنعت پیروی میکند. قابل جان ظریفوف ارکی نادنایوف ما این حافظه بسیار دوست می‌دارم بعد هم سرودن هم کم کم ایجاد میکنیم. افضل شو مکتب نخوانده است. خوشبختانه با شرافت صاحب استقلالی تاجیکستان این میدان ملت صاحب مکتب شدند. در مؤسسه تحصیلاتی اساسی دهه پهلوان‌آباد جماعت دهاتی به نام میرزاعلی وایسف لولی ها میخوانند. آنها خط و سواد می‌آموزند. ما نمیتونستیم نه معلم آمدن ما در سواد یاد دادن روی درست آوردن برای معلم شدم. این خیلی اولادو یگان معلم شد و نازه بخیان. بعد معلم شدی آینده چیکار کردنی بعدی که معلم آینده بعدی معلم شدن نه مکتب در میان کار میکنم. نمی نسل خودمون را پیش میبریم. تربیه میکنی. تربیه می. از همه جا میرای به حرفای کلان نوشته اگر سواد که باشه میخونه امو کجا میرای چیکار میکنه به سواد که باشه همجا میمونه دیگه میپرسی مردم سواد چیزی خوبه این امو 2006 اینا مکتب بنیاد کردم داخل شدیم خوندیم 4 سال شکرانه خدازی میخونیم سواد انگلیسی هم میخونیم تاجیکی هم روسی هم نمیبریم هیچ که نمیپرسیم خودمون میخونیم سواد داریم شکرانه خدا بهترین چیزای سواد و بخونم نه خوندیم و دونستیم نه به خواهش خود آوردیم مکتب دا سپردیم بچه همون آدمایی که نخوندن نمیفهمن نمیتن مکتب دا که بچه هاشون هم با سواد شن میخوان رنگ خداشون به سواد بگردن. فوتبال ما در چی میتونیم که ذوق ما عشق ما مثال تاجیکستان در فوتبال خیلی پیشرفته شدگی های گروی سلامتی های خیلی ذوقمندن بچه‌ها. شغل این جوانان لولی باشد پرورش و نگاهبینی خروس‌های جنگی می باشد چون این خروس‌های جنگی در بازار ارزش کلان دارند. مدتی 3 سال شد نمی خروس در ذوق دارم اکا بازی میکنیم اینا انشالله با امر خدا جانور ایگان خروس پش نمونده همه خروسای تاجیکستان لولیو را هم باشه زد اکا 3 سال شد این اکا جان
این محمد علی واسرا خروز و شکاینا در دهه پالوان‌آباد آن دهه‌ای که افضل زندگی میکند جوانان عالم طبیعت را دوست می‌دارند بسیار جوانان این دهه با نگاه و بین کفتر مشغول هستند باتیرخان یکی از این جوانان است کفتر بلندی را دوست می‌دارد در حوله خانه‌شان برای کفترها انا همین گونه جای ساخته است باتیرخان زیاد از 50 کفتر را نگاه و بین نموده همه روزه برای آنها دان می‌خرد زاقشانه می‌خیزم مکان طور خونده میپرم سودا تمام امیر حلوات میبری باتیرخان هم مخلص افضلشو است افضلشو مقصد دارد که البوم خود را تیار نموده در صحنه کلان نزد مخلصان زیاد برآمد نماید برای این او آمادگی میبیند дар сомонаи ютуб ба канали Oreo Pro обуна шавед ва аз видеои нав бохабар бошед.